سلام و عرض ادب مجدد. دوستان خوبم، بریم وارد ادامه موضوع بشیم و در واقع بحث دلایل کمبود اعتماد به نفس رو شروع بکنیم. دلایل خیلی زیادی واسه کمبود اعتماد به نفس وجود داره. من بر اساس تجربیات خودم و اون چیزی که فکر می‌کردم با جامعه ما سازگارتره، تعدادی از این دلایل رو برای شما باز می‌کنم. اولین دلیلی که می‌خوام بهش بپردازم ترس از اشتباه کردنه. دوستان خوبم، ما باید بپذیریم که در هر مرحله و مرتبه‌ای که از علم و خرد و آگاهی باشیم، باز هم تو معرض اشتباهیم. ما نیازی نیست برای اینکه به خودمون اعتماد بکنیم بی‌نقص باشیم. ما اساساً نمیتونیم بی‌نقص باشیم، همه چیزو بدونیم و همیشه درست عمل بکنیم. این یه تله کمالگراییه که ما میخوایم بی‌نقص باشیم تا شروع بکنیم. اتفاقاً اعتماد به نفس یعنی اینکه من به نقص‌هام و کاستی‌هام آگاهم. میدونم بدون شکست‌ها پیروزی معنی پیدا نمی‌کنه و در واقع موفقیت گاهی بین شکست هاست که خودش رو به ما نشون میده. دوستان خوبم، یکی دیگه از دلایل اعتماد به نفس پایین اینه که ما باور نداریم لایق موفقیتیم. اما این باور اشتباه از کجا داره میاد؟ ما ناخودآگاه فکر میکنیم کسانی که موفق میشن و به مدارج بالا میرسن یه سری توانایی‌های خارق‌العاده دارن. یه نگاه اسطوره‌وار به این افراد داریم. فکر میکنیم توانایی‌هایی دارن که ما نداریم. نمیخوایم باور کنیم اونها هم مثل ما در دسته انسان‌ها قرار میگیرن. اونها هم مثل ما غم‌های عمیقی رو تجربه میکنن. اضطراب‌های شدیدی رو پشت سر میذارن. لحظات ناامیدی خیلی عمیقی دارن. فقط موضوع اینه که ما خودمون رو از درون میشناسیم و اونها رو از بیرون میشناسیم. دوستان، این افراد حتی خیلی وقتا نقاب بی‌نقصی هم به خودشون نمیزنن. ما تصور میکنیم که اونها بی‌نقصن. ما باید نگاه اسطوره‌وار به این افراد رو کنار بذاریم و این رو بپذیریم که تنها تفاوت ما با اونها در اینه که اونها شیوه تفکر متفاوتی دارن و عملگرایی خیلی بیشتری از ما دارن. دوستان، یکی دیگه از دلایل اعتماد به نفس پایین آموزش اشتباهه. خیلی از ماها تو خانواده‌های به دنیا آمدیم و تربیت شدیم که به همون گفتن مهم نیست چی می‌خوای و چی فکر می‌کنی. جهان داره مسیر خودشو میره. به همون نگفتن تلاش همون فایده داره. به همون گفتن که اگر چیزی تو الان اتفاق نیفتاده یا نباید اتفاق بیفته یا کلاً نمیتونه اتفاق بیفته. همه اختراعات انجام شدن. همه سبک‌های هنری پایه‌گذاری شدن. همه ایده‌های کسب و کار اجرا شدن. اگر تو فکر میکنی ایده جدیدی داری یا خوب نگاه نکردی و بررسی نکردی یا احتمالاً ایده‌ت مسخره است. ما اینقدر به خاطر کنجکاوی هامون تنبیه شدیم که خلاقیت در ما از بین رفته. ما عادت کردیم که نباید یا نتونیم خیلی کارها رو انجام بدیم. ما همش درگیر این موضوعیم که نکنه از طرف اطرافیانمون طرد بشیم. چون وقتی بچه بودیم اگر کار اشتباهی میکردیم پدر مادرمون عشق و علاقهشون رو از ما دریغ میکردن و اینطوری ما رو کنترل میکردن. ما فراموش کردیم که دیگه اون کودک آسیب پذیر نیستیم. ما به خاطر اینکه همش درگیر این موضوعیم که یه موقع نکنه کاری بکنیم که از طرف دیگران طرد بشیم، تصمیمات مهم زندگیمون رو نمیگیریم. انگار دچار فلج تصمیم گیری شدیم. وقتی تصمیم نمیگیریم عمل نمیکنیم و بدون عملگرایی اعتماد به نفسی هم وجود نداره. دوستان خوبم، یکی دیگه از دلایل اعتماد به نفس پایین اینه که ما فکر میکنیم موفقیت‌ها باید ساده به دست بیاد. و این باور غلط به لطف رسانه‌های زرد توی ذهن ما کاشته شده. وقتی هر لحظه دنیای اطرافمون با تبلیغات زرد تو میتونی همه چیز داشته باشی و فقط باید بخوای بهش فکر کنی پر شده، ما فکر میکنیم که اگر ساده به دست نیاد احتمالاً ما استعداد کافی برای انجام کاری که انتخاب کردیم و نداریم. پس از این شاخه با اون شاخه میپریم و باز هم به هیچ چیز نمیرسیم، چون هیچ چیز ساده نیست. به مرور افسرده و تسلیم باورهای اشتباهی میشیم که تبلیغات زرد توی ذهنمون کاشتن. دوستان، موفقیت توی دنیایی که هر روز داره رقابت توش بیشتر و بیشتر میشه چطور ساده است؟ چطور قراره ما در بین کلی از افراد که با استعدادهای متفاوت، توانایی‌های متفاوت و میزان تلاش متفاوت حضور دارن موفقیت رو ساده به دست بیاریم؟
اتفاقا ما باید دید منطبق بر واقعیت داشته باشیم تا بتونیم در برابر سختی‌ها اعتماد به نفس خودمون رو حفظ بکنیم. دوستان، ما باید یاد بگیریم که شکست‌هامون رو به حساب بی‌استعدادیمون نذاریم. به حساب مرحله‌ای از مراحل رشدمون بذاریم. باید یاد بگیریم اعتماد به نفس به این معنی نیست که هیچ مانعی بر سر راه ما قرار نمیگیره. به این معنیه که من میدونم موانعی وجود خواهد داشت و برای مقابله باهاش آماده‌ام. ما باید این رو بپذیریم که سختی‌ها بخش غیر قابل اجتناب هر کاری هستند و درد و اضطراب و ناامیدی بخش عادی تمام زندگی‌ها. دوستان، یه مسئله خیلی مهم که باعث میشه اعتماد به نفس ما پایین بمونه اینه که ما فراموش کردیم که زمان محدودی تو این دنیا داریم. ما خیلی چیزا رو پشت گوش میندازیم، تصمیمات اساسی زندگیمون رو نمیگیریم. روابطی که به نفع دو طرفه که تموم بشه رو تموم نمی‌کنیم. شغلی که همیشه دوست داشتیم و شروع نمی‌کنیم. چون احساس ترس و ناامنی می‌کنیم. فکر می‌کنیم هر تغییری ممکنه ما رو زمین بزنه. بنابراین زمین نشستیم. وقتی زمین میشینیم دیگه زمین خوردن معنایی نداره. اما پیشرفتی هم نمی‌کنیم. چیزی هم به دست نمیاریم و این تراژدی هدر دادن زندگیه. دوستان، ما تا ابد وقت نداریم. نمیشه همینطوری همه چیز رو ول کنیم تا زمانی که به 40-50 سالگی برسیم و با بحران میانسالی روبرو بشیم. دنیایی از خواسته ها که ظرفیتش رو داشتیم به دست بیاریم اما هیچ کاری براشون انجام ندادیم. دوستان، ما حقیقت محدود بودن زمان و مرگ رو فراموش کردیم، هرچند همیشه جلوی چشممونه. ببین، اگه ما آدم ها باور میکردیم که با مردن یه نفس بیشتر فاصله نداریم، دنیا گلستون میشد. حیف که باور نمیکنیم مردنی هم تو کار هست. چرا؟ همه میدونن یه روزی میمیرن. بله میدونن، ولی یادشون میره. دست شما درد نکنه. بین دونستن و باور کردن کلی راهه. از یه گورکنی میپرسن تو که یه عمر کارت اینه عجایبی هم دیدی؟ میگه عجیب تر از این ندیدم که 80 ساله دارم گور میکنم اما هنوز باورم نمیشه که یه روزی خودمم میمیرم. آخه نمیشه که آدم اگه بخواد همش به فکر مرگ و مردن باشه پس که به امید و آرزوهاش برسه. ببین جوان، مولا میگه اون طور زندگی کن که انگار 100 سال دیگه زنده ای، اما طوری با مردم معاشرت بکن و به فکر عاقبتت باش که انگار فردا میمیری. وقتی دیگران تاییدمون میکنن خوشمون میاد و احساس خوب نسبت به خودمون پیدا میکنیم. اما وقتی مورد انتقاد و سرزنش قرار میگیریم احساس بد نسبت به خودمون پیدا میکنیم. بریم این قضیه رو یه ذره از قبل تر بررسی بکنیم. وقتی یه نوزاد به دنیا میاد اگه زیبا باشه توجه بیشتری جلب میکنه، اگه نه توجه کمتری جلب میکنه. اگه یه نوجوان تو ریاضیات مدال بیاره همه فکر میکنن که تو همه زمینه‌ها قویه. حالا اگه یه نوجوان یه نمره کم توی درسی بگیره فکر میکنن این اصلا دیگه به درد هیچی هم نمیخوره. یه کودک از بدو تولد احتیاج به دریافت بی قید و شرط عشق و محبت داره که این عشق و محبت رو با احتمال خیلی زیاد از پدر و مادرش دریافت میکنه. اما به مرور زمان این عشق و محبت ابزار کنترل کودک هم میشه. اگه کار اشتباهی بکنه این عشق و محبت ازش دریغ میشه. وقتی عشق و محبت رو از کودک دریغ میکنید دچار آشفتگی هیجانی میشه و دانه‌های ترس از طرد شدن توی وجودش کاشته میشه و همواره اضطراب این موضوع رو داره که نکنه عشق و محبت والدینش ازش دریغ بشه. به مرور زمان و افزایش سن این قضیه حل نمیشه. گاهی ابعاد جدیدتر هم به خودش میگیره. تا حالا فقط پدر و مادر بود، الان کلی آدم دیگه که من میخوام عشق و محبت همه‌شون رو جلب کنم و حس طرد نسبت بهشون
یعنی در واقع طرد شدن از طرف اونها رو تجربه نکنم. خب این خودش یه فاجعه روانی برای من به وجود میاره، هرچند که الان برای خیلی از ما هم به وجود آورده. کلی آدم با سلایق متفاوت و منطقی و غیر منطقی که من میخوام نظر همه رو جلب کنم، چه بلایی سر من خواهد اومد؟ دوستان، ما دیگه بزرگ شدیم، اما فراموش کردیم که بزرگ شدیم و دیگه اونقدر ها در برابر طرد شدن آسیب پذیر نیستیم. اصلا طرد شدن شاید اشتباه من نباشه، اشتباه طرف مقابل باشه. در اون صورت چی؟ پس دیگه از طرد شدن نترسیم. ما دیگه اون کودک آسیب پذیر نیستیم. اگر اشتباهی کردیم اشتباهمون رو بپذیریم. اگه طرف مقابل داره اشتباه میکنه، اشتباه اون رو به گردن نکشیم. اجازه بدید که نکته خیلی مهم رو اینجا باهاتون مطرح بکنم. خیلی از افراد سعی میکنن با استفاده از حس طرد شدگی و ایجاد احساس گناه تو دیگران کنترلش میکنن. هر موقع احساس کردید کسی میخواد این کارو با شما انجام بده، مستقیم بهش بگید اگر میخوایی در من احساس گناه ایجاد بکنی، متاسفم شیبت جواب نمیده. مطمئنا چند بار اول طرف انکار میکنه، اما یه جا اعتراف میکنه و اینجا برنده شمایید که اسیر احساس طرد شدگی و گناه نشدید. دوستان خوبم، ما خیلی دوست داریم همینی که هستیم باقی بمونیم، چون ما همونقدر که از شکست میترسیم از موفقیت هم میترسیم. در واقع ما از تغییر میترسیم. ما رفتارهایی میکنیم که روابطمون رو نابود میکنه و شغل و ترفیع مورد نظرمون رو نمیگیریم. انگار وقتی نزدیک به موفقیت میشیم ذهنمون مشوش میشه و برای اینکه به آرامش ذهنیمون برگردیم همه چیزو خراب میکنیم. اما چرا؟ گاهی ما برداشت اشتباهی از یک جمله معروف داریم، اونم این که فراموش نکن از کجا اومدی و اصل و نسبت چیه. این جمله و این باور در حالت کلی هیچ مشکلی نداره، اما ممکنه ما یه برداشت اشتباه ازش داشته باشیم. اونم اینه که من تا یه حدی میتونم تغییر بکنم، تا یه جایی میتونم پیشرفت بکنم، مراقب باشم که در واقع از اون خط جلو نزنم. بنابراین خودم رو محدود میکنم، خیلی از کارا رو انجام نمیدم و خیلی از چیزهایی که میخوام رو به دست نمیارم. این قضیه مقاومت در برابر تغییر و خراب کردن موقعیت‌ها و موفقیت‌های خودمون ممکنه یه دلیل دیگه هم داشته باشه. اونم اینه که ما خیلی ناخودآگاه داریم از کسانی که دوستشون داریم و دوستمون دارن حمایت میکنیم. کسانی که تو زندگیشون فقدان‌های زیادی رو تجربه کردن و یا خیلی از چیزایی که می‌خواستن رو به دست نیاوردن. اما دوست خوبم اون در واقع از اینی که تو موفق بشی و تو به خواسته‌هات برسی ناراحت نمیشه، از فقدان‌های خودش ناراحت میشه. مسئولیت اول تو در برابر خودته و باید در واقع به موفقیتات و خواسته‌هات برسی. تنها وظیفه تو در برابر این افراد اینه که بهشون یادآوری بکنی و بهشون اطمینان بدی، فارغ از هر اتفاقی که بیفته و فارغ از هر پیروزی و شکستی که برای تو اون اتفاق افتاده و اتفاق بیفته، تو به اونها وفادار هستی. تو ادامه همین بخش دوستان یه موضوع خیلی مهم دیگر هم بذارید بهتون بگم، اونم اینه که یه وقتایی یه رابطه ناسالم بین امید و خطر تو ذهن ما شکل گرفته. احتمالاً به خاطر تجربیاتی در گذشته که به هر حال زمانهایی که خیلی امید داشتیم و شکست‌های خیلی بزرگی رو تجربه کردیم. فکر می‌کنیم که اگر امید داشته باشیم احتمال داره شکست بخوریم و باز هم آسیب ببینیم. اینجا میخوام برگردم به اون موضوع قبلی که دوستان خوب، این قضیه مال زمانی بوده که شما بسیار آسیب پذیر بودید و کودک بودید. الان اون آسیب پذیری رو ندارید. میتونید با یک بار مرور کردن عمیق و دقیق خاطراتتون و شکست هاتون این رابطه رو پیدا بکنید و یک بار برای همیشه حلش بکنید. چون قبلا به خاطر اینی که امیدی داشتید و شکستی رو تجربه کردید، ضربه خوردید، قرار نیست باز همین اتفاق بیفته. الان شما خیلی قوی ترید و میتونید خیلی بهتر از پس اوضاع بر بیایید. دوستان خوبم، به پایان بخش دلایل کمبود اعتماد به نفس رسیدیم، جایی که میخوایم راجع به چرخه کمبود و کاهش اعتماد به نفس با هم صحبت بکنیم.
این چرخه خیلی مهمه و خیلی روشنگره. اما ببینیم به ما چی میگه. این چرخه به ما میگه که وقتی شما از انجام کاری اجتناب میکنید، طبیعتا مهارتی هم توش پیدا نمیکنید. وقتی مهارتی توش پیدا نمیکنید، اعتماد به نفسی هم توی اون کار پیدا نمیکنید. وقتی توی کاری اعتماد به نفس نداشته باشید، از انجامش اجتناب میکنید. مجددا مهارتی توش پیدا نمیکنید و مجددا اعتماد به نفسی هم توش به دست نمیارید. این چرخه انقدر ادامه پیدا میکنه که اعتماد به نفس شما همیشه پایین باقی بمونه، یعنی اینکه بالاخره یه جا این اجتناب رو بشکنید و در واقع وارد بحث افزایش اعتماد به نفس بشید. تو بخش بعدی راجع به تعریف اعتماد به نفس با هم صحبت میکنیم. مطمئنم بحث جالبی براتون خواهد بود.